به هر جا از جهان بنگریم، بسیاری از رشد کردنها به مهارت و اراده والدینتان وابسته خواهد بود. این میمون‌های برفی در رشته کوه‌های آتشفشانی در شمال سرد زندگی می‌کنند. آنها به طور شگفت‌انگیزی خز ضخیمی دارند، ولی هنوز احساس سرما می‌کنند و در این زمستان برای کوچکترها سخت‌تر است. بعضی از میمون‌های برفی راه بهتری پیدا کردند. چشمه‌های حرارتی داغ مه‌آلود. این مادران با فکر فرزندانشان را به اینجا آوردند تا از سرمای شدید زمستان فرار کنند به یک حمام گرم بزرگ. در اینجا آب 100 درجه لذت بخش است. ولی چرا همه میمون‌ها درون آب نیستند؟ خب، این یک برتری است که به شکل حسودوارانه‌ای محافظت می‌شود. اینجا استخر خصوصی یک خانواده سلطنتی است. یک ملکه و خاندان سلطنتی میمون‌های برفی. بیرون استخر جای هر کسی است غیر از آنها. جوانترین پرنسس میتواند خوشگذرانی کند چون او یک خانواده گسترده دارد. او مطمئن است که بهترین ها در زندگی نصیبش می شود.